همون مداد زرشکی که تو ویدیو قبلی باش لبامون رو درست کردیم و بردار. یه خط بکش توی چشمت. حالا کامل بکشش از چشمت بیرون. بعد از یکم مونده به نوکش بگیر و به پشت پلکت بس کن. توشو پر کن. هر چقدر که دوست داری میتونی کشیده ترش کنی. میتونی چشات هم ببندی تا کاملا خطای بالا رو صاف کنی. تو بن مژه‌های پایینت هم یکم بکش. بعد لباشو همین شکلی که میبینی فید کن. خط چشمتو میتونی بذاری همین شکلی باشه یا میتونی از لبه‌هاش بگیری فیدش کنی به بیرون. این دیگه به دلخواه خودته. یکم فید شده باشه قشنگ‌تره. حالا از یه سایه صورتی یا بنفش بردار، اضافهشو بتکن، باهاش خط چشمتو هم خشک کن، هم فید کن که هم ماندگاری بیشتری داشته باشه، هم خوشگل‌تر بشه. میتونی ازش به زیر چشمت هم بزنی. اگه دوست داشتی سایه‌ت هم یکم شنگی بشه، از همون گلیتری که روی لبمون زدیم یکم با انگشتت بردار، بعد بزن وسط پشت پلکت اینجوری. اینم شد نتیجه کار.